سلام، من یه مرد آلفا اومگا و زیگما هستم که چون نمیتونم هیچ دختری رو جذب خودم بکنم ادعا میکنم که از همه دخترها بدم میاد و هیچ دختری محل نمیذارم. بنده صبح تا شب کلیپ های اندرو تیت رو میبینم و از تمام بازیگرهای فیلم های غیر اخلاقی و اونلی فنز و اینا اعلام انزجار میکنم، اما در واقع هرچی پول در میارم خودم فیلم های مثبت 18 میبینم و اونلی فنز نگاه میکنم. بنده خیلی تنهام، چون اصولا خیلی کسی با من دوست نمیشه. دخترام که محل سگ به من نمیدن، اما همه جا میگم این تنها بودنم به خاطر زیگما بودنمه. توره داره میره میده، پوره داره میره میده، پوره داره میده میره. من اعتقاد دارم که همه چی ماتریکسه، یعنی کلا همه چی ماتریکسه. حالا شاید بخوایم بپرسیم ماتریکس چیه؟ یه چیزیه که ما همه توشیم، ما همه توش کردیم ماتریکس و همه توشیم. واسه که از تمام زنها بدم میاد، هر شوخی نژاد پرستانه زشتی رو بگی میکنم، چون مرد آلفا و زیگما هستم. معتقدم هستم که هر کی هر کاری بکنه گیه. اصولا هر مردی هر کار خاصی بکنه که من باش موافق نباشم گیه. من خوبم، من خیلی خفنم. کلی پول در میارم خرج خریدن دوره های مخزنی میکنم، اما در واقع همچنان کسی هیچ محل سگی به من نمیده. توره داره میره میده، توره داره میره میده، توره داره میره میده.